توجه کردید که وقتی یک مرغ رو، یک گوسفند رو ذبح میکنن، اسلامیش میشه ذبح، من هنوز واژه هایی از اون دست توی سرم هنوز هست، خوب میشه، پاکسازی میشه، درست میشه. وقتی میکشنش، تا زمانی که جون میده یه زمانی نیاز داره. حتی من شاهد این بودم که یه خروسی رو سر بریدم و خروس بلند شد بدون سر دوید و رفت. این اتفاق الان داره برای جمهوری اسلامی میفته. یعنی جمهوری اسلامی سرش زده شد، خامنه ای ها زده شدن، ولی هنوز جون داره و این همون اتفاقه که داره میفته. یعنی هنوز بدنه جون داره و داره دست و پا میزنه. خیلی زود تموم خواهد شد، مطمئن باشید.